زندگی نامه استاد شروع خواهیم کرد. کسی که سالها رنج، تلاش، فکر و اون اساره ادبیات زمان هستش. استاد مرتضی کیوان هاشمی. من میخوام دعوت بکنم از سرکار خانم مرضیه پناهی پویا. ایشون از گویندگان رادیو البرز هستند. دوست دارم که تشریف بیارن و زندگی نامه ایشون رو براتون شرح دهن. به نام خدا. استاد مرتضی کیوان هاشمی. پدرش شادروان سید حسین کیوان هاشمی از نخستین فرهنگیان شهرستان نیشابور و مدیر مدرسه شاهپور نخستین دبستان آن دیار بود. بیشتر پزشکان و فرهیختگان قدیمی این خطه از شاگردان وی بودند. او با دختری به نام گوهرشاد از اهالی اسحاق آباد نیشابور ازدواج کرد و آخرین ثمره این خانواده فرهنگی پسری بود به نام مرتضی که بعدها در دنیای شعر و ادب از میان واژگان نام خود تخلص کیوان را برگزید. در 2 سالگی پدر را از دست داد و دوران دبستان را در روستای زادگاهش طی کرد و سپس برای ادامه تحصیل به نیشابور رفت. نیمی از دوران دبیرستان را در نیشابور و نیمی دیگر را در مشهد سپری کرد. یکی از افتخارات بزرگ دوران دبیرستانش دریافت یک جلد دیوان نفیس به عنوان جایزه از دست شادروان عماد خراسانی بود که هنوز زینت بخش کتابخانه اوست. نبودن پدر، نداشتن برادر، عمو، دایی و پشتیبانی که بتواند به او تکیه کند از همان سالهای نخست نوجوانی او را ناگزیر به پذیرش مسئولیت‌های سنگین یک زندگی پرجمعیت کرد و این مسئولیت‌های بزرگ علی‌رغم تحمیل فشارهای سنگین روحی و روانی انگیزه پختگی بیشترش در کوره زندگی شد. هنوز نوجوان بود که سروده‌ها و نوشته‌هایش به روزنامه‌های محلی آن زمان خراسان، نور ایران، آفتاب شرق و سپس به روزنامه‌های اطلاعات و کیوان راه یافت و در سال 1355 نخستین اثر غیرمنظوم او با نام نیشابور که پژوهشی در رابطه با تاریخ پر افتخار زادگاهش بود با هزینه شهرداری نیشابور به صورت بسیار نفیسی چاپ و منتشر شد. در کنکور سال 1358 برخلاف خواسته‌های قلبی و توانایی‌های آشکارش در حیطه شعر و ادب فارسی در رشته فیزیک کاربردی دانشگاه خوارزمی پذیرفته شد و برای تحصیل در دانشگاه به تهران آمد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی فیزیک الکترونیک شد. پس از آن با گذراندن تحصیلات تکمیلی در دانشکده شرکت مخابرات سالها به عنوان مدرس در همان دانشکده و در مقطع کارشناسی به تدریس الکترونیک پرداخت و سرانجام در سال 1376 بار دیگر از دنیای ترانزیستور و آیسی به دنیای شعر و ادبیات بازگشت و 3 اثر در زمینه ادبیات کودکان چاپ و منتشر کرد. دیگر آثار او عبارتند از ماجراهای فیلیسیتی اثر ادوارد تریر، ترجمه آرش کیوان هاشمی، سیستم‌های کنترل از راه دور، چاپ دانشکده شرکت مخابرات، بی هم نفس، مجموعه شعر خانم شبنم زربخش، بوی باران تازه و ترکه و تبر، یکی از مجموعه شعرهایی که در درازای 2 سال 2 بار با مجوز ارشاد در تیراژ 5000 جلد به زیر چاپ رفته است و همکنون سالهاست که چشم به راه دریافت مجوز 3مین چاپ است.